چیزی که میبینید نه خونه نه جلوه های ویژه. اینجا جزیره هرمزه که با بارون چند روز پیش انگار خون میریزه. جزیره با وسعت 42 کیلومتر مربع که بزرگترین منبع اکسید آهن خوراکی دنیاست. برای همینه که وقتی بارون میاد آب با آهن ترکیب میشه و به رنگ سرخ در میاد. هرمز کلید خلیج همیشه فارسه که بیش از 100 سال در اشغال پرتغالیا بود تا اینکه شاه عباس 400 سال پیش اون رو به رهبری شخصی به نام امام قلی خان پس گرفت. شاید باورتون نشه ولی انسان از 40,000 سال پیش تو این جزیره زیبا زندگی میکرده. حتی مارکوپولو هم اینجا اومده. جزیره هرمز دیدنی‌های شگفت‌انگیز هم کم نداره ها. ساحل مریخ، دره رنگین کمون که بیش از 70 طیف رنگ داره، دره مجسمه‌ها که هر صخره شبیه سر یه حیوانه و کوهستان الهی نمک یه بلور نمکی بزرگه و آب زیرش به رنگ نارنجی. خلاصه اونایی که وقت بارون اینجا هستن یه صحنه آخر زمین رو واقعا به چشم می‌بینن. هر کشور دیگه‌ای بود حتما درآمدشون از گردشگرای این مکان بی‌نظیر می‌بست. خب شما هم روزگشت رو دنبال کنید تا با شگفتی‌های ایران بیشتر آشنا بشید.